10 نصیحت طلایی از آلبرت انیشتین. دانشمندی تو زمان کودکی خیلی هم مسخرش میکردن چون حتی نخ کفشاش رو هم نمیتونست ببنده. اما چی شد؟ تبدیل شد به کسی که تمام دنیا میشناسنش. کنجکاویت رو هیچ وقت از دست نده. انیشتین یه جمله خیلی معروف داره: من هیچ استعداد خاصی ندارم، فقط به شدت کنجکاوم. ببین دوست من، همه چیز از کنجکاوی شروع میشه. بچه که بودی همه چیز برات سوال بود. چرا آسمون آبیه؟ چرا بارون میاد؟ چرا؟ بس 100 تا چرای دیگه. همه دانشمندای بزرگ اول با همین چرا گفتنها شروع کردن. اما چی شد که ما بزرگ شدیم و سوال پرسیدن رو فراموش کردیم؟ انیشتین میگه تا وقتی که کنجکاوی زنده ای، تا وقتی که سوال داری در حال رشدی، پس که روزمرگیت کنجکاویت رو بکشه. سعی کن که هر روز از خودت سوال بپرسی. چی؟ نمیدونم، میخوام بدونم. کنجکاوی یعنی دنبال جواب رفتن. هر چقدر که بیشتر بدونی یعنی انسان بهتری هستی، بهتر میتونی زندگی کنی. کنجکاوی یعنی جستجو کردن، یعنی حرکت کردن. اگه یه انسان حرکت نکنه و کنجکاو نشده، خب چه فرقی با یه آدم مرده داره؟ پس دوست من، دوباره بچه شو، دوباره بپرس و دوباره کشفش کن. هرگز از اشتباه کردن نترس. آلبرت میگه کسی که هیچ وقت اشتباه نکرده، هیچ وقت هم چیز جدیدی یاد نگرفته. ببین دوست من، اشتباه کردن بد نیست، اشتباه نکردن خطرناکه. وقتی که اشتباه میکنی یعنی داری امتحان میکنی، یعنی داری زندگی میکنی، یعنی داری یه چیز جدید رو یاد میگیری و میشه برای تجربه و یه درس و عبرت. همه ی آدم‌های موفق کوهی از اشتباهات پشت سرشونه، ولی فرقشون اینی که از هر اشتباهی که توی زندگیشون کردن یه درس بزرگ برای خودشون ساختن. اشتباه باید پله باشه، پله هایی برای تموم کردن راه موفقیت، نه اینکه یک زنجیر. وقتی که افتادی نگو وای باختم، نگو نشد، بگو یه تجربه جدید گرفتم. زندگی ما انسان ها کلن یه آزمایشگاهست، نه یه صحنه تئاتر. از با افتخار اشتباه کن و با افتخار از جات بلند شو و با افتخار و قدرتی بیشتر از قبل بلند شو و ادامه بده. تخیل از دانش مهمتره. بله درسته، خود آلبرت انیشتین این حرف رو گفته. تخیل از دانش مهمتره، چون دانش محدود به اون چیزیه که ما میدونیمش، ولی تخیل همه دنیا رو در بر میگیره. واقعا چه حرفی! دنیا رو آدم‌هایی تغییر دادن که تونستن فراتر از واقعیت فکر کنن. کسایی که تونستن چیزهایی رو تصور کنن که هنوز وجود نداشته. اگه میخوای تو هم مثل آلبرت متفاوت باشی، فقط به واقعیت‌ها اکتفا نکن. تخیل داشته باش، خیال پردازی کن، بزرگ فکر کن، بذار مسخرت کنن. دانش بهت یاد میده که ماشین رو چجوری بسازی، ولی تخیل بهت میگه که چجوری پرواز کنی. هیچ اختراعی بدون تخیل به وجود نیومده. پس اگه دلت میخواد که آینده رو بسازی، اول باید بتونی تصورش کنی. اولش همه مسخرت میکنن، حتی نزدیکترین افراد خانوادت. اما بعدش همونایی که بیشتر از همه مسخرت میکردن میان دورت و وایساده برات دست میزنن و تشویقت میکنن. ساده فکر کن و ساده زندگی کن. انیشتین میگه اگه نمیتونی یه چیزو ساده توضیح بدی، یعنی خودت هنوز درست نفهمیدیش. دوست من، زندگی همینقدر ساده است. ما فقط خودمون الکی پیچیدش میکنیم. بعضی از وقتا فکر میکنیم اگه با کلاس حرف بزنیم یا خودمون رو پیچیده نشون بدیم باهوشتر به نظر میرسیم، ولی انیشتین برعکسش رو میگه.
ساده فکری یعنی عمق واقعی فهمیدن. تو همه چی، توی کار، توی روابط، توی هدف گذاری، هر چیزی رو ساده ترش کنی خیلی راحت تر و آسون تر بهش میرسی. زیبایی توی سادگیه، قدرت توی وضوحه. زندگی رو سخت نگیر، ساده ولی عمیق. دنبال موفقیت نباش، دنبال ارزش باش. این یکی جمله آلبرت واقعا که قلب آدم رو تکون میده. انیشتین میگه سعی نکن موفق بشی، سعی کن که با ارزش بشی. امروزه همه دنبال موفقیتن. حالا موفقیتشون چیه؟ داشتن پول، داشتن شهرت، داشتن لایک و فالوور و سابسکرایبر و. ولی انیشتین میگه اینا موندگار نیست. چیزی که میمونه ارزشی هستش که خلقش کردی. موفقیت ممکنه که بیاد و بره، اما ارزش یه میراثه که همیشه پای اسمت میمونه. به جای اینکه بپرسی چجوری پول در بیارم، بپرس چجوری میتونم کمکت کنم. وقتی که یه انسان با ارزش باشی، موفقیت خود به خود خودش دنبالت میاد. آدم‌های با ارزش همیشه خواستنی هن. از آدم‌ها یاد بگیر، نه فقط کتاب‌ها. آلبرت میگه زندگی کردن فقط خوندن کتاب نیست، باید تجربهش کرد، باید لمسش کرد. بعضیا فقط توی کتابن و دنبال مطالعه‌ان، ولی از دنیا جدا شدن. آدم‌هایی که خودشون رو از جامعه جدا میکنن فقط یه مش نظریه تو ذهنشون دارن، ولی اونایی که دارن بین مردم زندگی میکنن عمق واقعی انسان بودن رو میفهمن. دوست من، به حرفای آدمای دور و برت گوش بده. بعضی وقتا یه پیرمرد ساده درسایی رو بهت میگه که تو هیچ وقت توی دانشگاه یا هیچ جای دیگه‌ای پیداش نمی‌کنی. زندگی از دل کوچه و خیابونا در میاد، نه فقط از صفحات کتاب. زمانت رو برای توضیح دادن به آدم‌های منفی تلف نکن. آلبرت یه جا گفته اگه میخوای همه رو راضی نگه داری، خودت همیشه ناراضی میمونی. بعضی از آدم‌ها فقط گیر میدن، گیرهای الکی، دنبال ایرادن، دنبال منفی‌ان. بخوای براشون توضیح بدیم هیچ فایده‌ای نداره، چون نمیخوان بفهمن، فقط میخوان نقد کنن، خودشون رو زدن به نفهمی. پس لطفاً انرژیت رو واسه اونایی بذار که میفهمن. قرار نیست که همه تو رو درکت کنن و این کاملا طبیعیه. این آدما حتی برای خدا هم حرف دارن و ازش شاکیان. اونایی که باید درکت کنن میکنن و اونی هم که نمیخواد بفهمه هیچ وقت نمیفهمه. پس خودت رو الکی خسته نکن. هر روز چیز جدید یاد بگیر. انیشتین همیشه در حال یادگیری بود و این جمله فقط جمله انیشتین نیست. تمام دانشمندا و تمام آدم‌های موفق این نصیحت رو به تمام آدم‌ها میکنن. سعی کن که هر روز یه چیز جدید یاد بگیری، حتی وقتی که پیر شدی. آلبرت میگفت زندگی مثل دوچرخه سواریه. برای اینکه تعادلت رو حفظ کنی باید در حال حرکت باشی. حرکت کردن یعنی رشد، یعنی یادگیری. هر روز یه چیز جدید یاد بگیر، حتی اگه کوچیک باشه. یک کلمه، یه نکته، یه تجربه. مغزت رو فعال نگه دار، روحت رو زنده نگه دار. زندگی برای کسایی هستش که یاد میگیرن، نه اونایی که فقط تلاش میکنن. پس دوست من، هر روز یه چیز جدید یاد بگیر. از قدرت سکوت غافل نشو. انیشتین یه مرد ساکت بود، ولی وقتی حرف میزد یه دنیا دست به سینه گوش میدادن. بعضی وقتا سکوت قوی ترین فریاده. سکوت کن، نگاه کن، بشنو، فکر کن، بعد اگه لازم بود حرف بزن. تو سکوت میکنی تا بهتر تصمیم بگیری و بهتر میبینی. آدمای عاقل همشون کم حرفن، ولی حرفاشون به دل میشینه.
پس سعی کن که سکوت کنی و به جای اینکه فقط غر بزنی و حرفای چرت و پرت بقیه رو بازگو کنی، فقط سکوت کن و یاد بگیر. نصیحت دهم رو میذارم به عهده خودتون. هر کدومتون که تا اینجای ویدیو بودید دمتون گرم. حالا شما هم داخل کامنت ها یه نصیحتی به بقیه بیننده ها بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار همتون.